هذا النور شفاء صدور. زن از شوهرش پرسید: من در نزد تو چقدر ارزشی دارم؟ شوهرش گفت: تو برای من بهشت روی زمین هستی. زن گفت: اگر من برای تو بهشت روی زمین باشم، چرا وقتی که مادرت با من سخت رفتار کند چیزی نمیگویی؟ شوهر در جواب گفت: بله، چیزی نمیگویم و چیزی نخواهم گفت، چون که او مادر من میباشد، زیرا بهشت در زیر پای مادران است. دوستان، نباید از برای زن یا از برای کسی دیگر شده مادر خود را رنجانیم. خداوند 3 زن را از عذاب قبر امین دارد و با فاطمه زهرا رضی الله عنها مشهور، یعنی زنده شوی بعد از مرگ فرماید: یکم، زنی که با هنگام تنگ دستی شوهر صبر کند و از او جدا نشود. دوم، زنی که با بد اخلاقی شوهر بسوزد و تقاضای طلاق ننماید. سوم، زنی که مهرش را با شوهر کم بضاعتش ببخشد. اینها زنهایی هستند که با دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روز قیامت مشهور می شوند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.